با سلام خدمت دوستان عزیز و همکاران و کنافکاران محترم. با یه سری دیگه از آموزش اصولی کناف در خدمتتون هستیم. تو این ویدیو میخوایم که در مورد زیرسازی کناف تیپ 1 که توش از سازه F و برای آویز گرفتن از براکت و کلیپس استفاده میکنیم. همونطوری که توی تصویر میبینیم برای زیرسازی این سقفمون که شیروانی هستش و به صورت شیب داره، ما سقف کنافش رو به خواسته کارفرمامون شیب دار اجرا میکنیم. ابتدا روی پروفیل های سقفمون علامت گذاری میکنیم که فاصله استاندارد از 60 سانت تا 80 سانت استفاده میکنیم که ما در این تصویر و فیلم میبینیم که 80 سانتی اجرا کردیم. براکت هامون رو به وسیله پیچ سازی سرمته اتصال میدیم به پروفیل هامون و سعی میکنیم که توی اتصال براکت هامون به پروفیل ها از 2 یا حتی 3 و 4 پیچ استفاده کنیم، ولی اصلا از یک پیچ استفاده نمی کنیم. بعد از کارگزاری براکت هامون سازه افمون رو برش میزنیم و چون بهتون گفتم که اینجا داریم سقف شیب دار اجرا میکنیم نمیتونیم از تراز بیزل استفاده کنیم. پس در ابتدای کار یه اف، در انتهای کار یه اف اجرا میکنیم و به وسیله ریسمان بقیه اف هایی که بین این دوتا اف قرار گرفته رو تراز میکنیم. برای اتصال اف به براکت هامون از پیچ سازه استفاده میکنیم. پیچ پنل سعی کنیم که استفاده نکنیم، چون پیچ پنل تهش رزوش در واقع صفر میشه و رزبه نداره ته پیچ پنلمون، باعث میشه که توی فشار و کشش سقفمون شل بشن، آویزهامون شل بشن. همونطوری که توی تصویر میبینیم روی براکت هامون سوراخ های نامنظمی وجود داره که تنظیم میکنیم. اون سوراخی که میبینیم که وسط افمون میفته رو پیچ بندی میکنیم، لبه های براکتمون رو به سمت بالا خم میکنیم که به اف های بعدیمون که برای پنل بندیه گیر نکنه. اف زیریمون اف حماله و اف روی افیه که پنل بهش بسته میشه. خب در این قسمت ویدیو نحوه خم کردن کلیپس هامون رو بهتون نشون میدیم که واسه یه شاخه اف کوچیک سعی میکنیم که کاملا به صورت 90 درجه و طبق اون شیاری که روی کلیپسمون هستش کلیپسمون رو خم کنیم. و یه نکته هستش که حتما باید بهش توجه کنیم، روی کلیپس هامون یه دونه برجستگی هستش که این برجستگی روی براکت هامون هم هستن، ولی سعی میکنیم که این برجستگی ها به سمت بیرون بیفته. چرا؟ چون برجستگی باعث میشه که کلیپسمون به راحتی روی اف حمالمون نخوابه و ما رو اذیت کنه. پس برجستگی ها رو به سمت بیرون قرار میدیم و طبق تصویر دو گوشه کلیپسمون رو خم میکنیم و تنظیمات آخرش رو که کاملا 90 درجه باشه خم هامون با دستمون انجام میدیم. حتما باید درست و به جا و از محل معین شده خم کنیم که موقع جاگذاریش اذیتمون نکنه.
همونطور که میبینین انتهای سازه حمالمون افتاده جایی که نمیتونیم از پایین سازه براکت استفاده کنیم. طبق تصویر از کلیپس استفاده میکنیم. کلیپس رو قرار میدیم، ترازمون رو انجام میدیم و به وسیله پیچ سرمته به پروفیل اتصال میدیم که یکی از بهترین روش ها برای همچین مکانهایی که دسترسی کامل نداریم و نمیتونیم پیچ بندمون رو هدایت کنیم تا بتونیم براکت هامون رو جاگذاری کنیم. و توی پیچ بندی هر کدوم از این سازه ها حتما ریسمانمون رو باید چک کنیم. حالا نوبت میرسه به سازه های افی که قرار پنلمون بهش بسته بشه توسط همون کلیپس هایی که خم کرده بودیم. این دوتا اف رو به هم دیگه اتصال میدیم و فاصله هامون رو 60 سانت میذاریم. بعضی جاها حتی میتونیم تا 40 سانت کاهش بدیم. اف اولمون رو بغل دیوار میذاریم چون دیوارمون سیمانیه و نمیخوایم که نبشی ببندیم، یعنی اف رو کیپ دیوار میکنیم که نقش همون نبشیمون رو برامون انجام بده. همونطوری که تو تصویر میبینیم روی هر طرف کلیپسمون دوتا شیار هستش که با شیارها یا لبه های افمون درگیر میشه. یک طرف رو درگیر میکنیم و با فشار دست طرف دیگر رو جاگذاری میکنیم که کاملا قفل بشه و حتما یه دونه کشش بهش وارد میکنیم که از محکم بودن اتصالمون اطمینان حاصل کنیم. امیدوارم که این ویدیو مثمر ثمر بوده باشه و در قسمت‌های بعدی ادامه پنل بندی و سازه‌گذاری کناف رو بهتون یاد میدیم. به امید دیدار. خدا نگهدار.